در این بخش از پروگرام یک تن از جوانان فعال مدنی و عضو شورای صلح دعوت میکنیم که تشریف آورده مافی الضمیر خویش را ارائه دارند. جناب قاری صاحب عبدالمتین امین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله مولانا العظیم. جلالت مآب محترم تئوریسن نظریه پرداز دکتر اشرف غنی احمدزی، همه اعضای بلند رتبه که از کابل تشریف آوردند، محترم پوهنیار استاد خیرالله انوش، جناب قماندان صاحب امنیه، رئیس صاحب امنیت ملی، رئیس صاحب شورای ولایتی، وکلای مجلسین شورای ملی و همه حاضرین در تالار and the distinguished guests from PRT and diplomatic missions. نخست از همه تشریف آوری مهمانان گرامی را در زادگاه سهراب، ولایت کهن و باستانی، سرزمین آریایی های قدیم ولایت سمنگان خوش آمدید و خیر مقدم عرض می داریم. خوشحال هستیم از این که سعی بدریغ و تلاش خستگی ناپذیری به خرج میتین تا در کشور جنگ زده و بحران زده افغانستان ثبات و امنیت را بیارین. از سعی بدریغتان جهانی سپاس. متاسفانه افغانستان به دلیل وضعیت ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئو استراتژیک خود از بدو تولد دچار بحران‌های متلاطم بوده و همواره مورد تاخت و تاز بیگانه ها قرار گرفته است. جنگ‌های متداوم اقتصاد مردم را متضرر ساخته، فرهنگ خشونت و ستیز را مروج ساخته، روابط دوستانه و صمیمانه اقوام را زیر رو کرده و زیرساخت‌های کشور را نابود کرده است. جنگ افغانستان را به بزرگترین مرکز قاچاق مواد مخدر مبدل کرده و محل شده برای مانور بنیادگرایی و افراطیت. اما امروز که در مرحله بسیار حساس تاریخی کشور خود قرار داریم که پس از 10 سال حضور جامعه بین المللی در افغانستان، پروسه انتقال مسئولیت از نیروهای بین المللی به نیروهای ملی افغانستان آغاز شده، یک نقطه فوق العاده حساس و فوق العاده مهم است که توجه بسیار جدی باید صورت بگیره تا با یک تحلیل واقع بینانه از وضعیت خدای نخواسته تجربه کانگو، بوسنیا و یوگسلاویا تکرار نشه. جناب دکتر صاحب اشرف غنی میفهمند که پروسه انتقال و روند مصالحه وقتی به بیراه رفت، کانگو، بوسنیا و یوگسلاویا دچار جنگ داخلی شده. وقتی در این مرحله بسیار حساس قرار داریم، پس باید با یک نگاه تحلیلی بسیار عمیق به قضیه افغانستان و به معضل افغانستان بیاندازیم. فکر کنم هیچ کسی در این مجلس اختلافی نظر ندارند که بحران افغانستان دو بعد عمده دارد، بعد داخلی و بعد خارجی. فکر کنم عدم توجه به یکی از ابعاد ما را باز تحلیل ما را معیوب می‌سازد. ما به عنوان یک جوان افغان فکر میکنم که ما در ابعاد بیرونی مشکلاتی از جمله عدم موجودیت یا عدم اتخاذ یک استراتژی شفاف و روشن از طرف شرکای استراتژیک و متحدین دولت افغانستان در رأس ایالات متحده آمریکا بوده. متاسفانه به دلیل عدم موجودیت یک استراتژی روشن که برای پارتنر و برای شریکش که دولت افغانستان باشه هم قابل فهم و هم قابل قبول باشه،
تا هنوز متاسفانه ما به یک ثبات دوامدار و به یک صلح پایدار نرسیدیم. برعکس با اظهار نظرهای پارادوکسیکال، متناقض و با موقفگیری های مختلف و متفاوت گاهی اوقات فضا خاکستری و غبارآلود شده. اگر به قول آقای جو بایدن طالبان دشمن مردم افغانستان نیستند، پس چرا فرزندای مالیه پردازهای دولت امریکا 10 سال فرزندای شده پنجوایی و اندر و در قندهار و در هلمند و اینجا از دست میتن؟ مگر این هیاهو واقعا برای هیچ است؟ فکر کنم در بعد دیگه که متاسفانه در افغانستان تضاد منافع کشورهایی که جنگ استخباراتیشان در افغانستان در میدان ما بازی میکنن، بازی بین ایران و امریکا، بازی بین ایران و عربستان سعودی، بازی بین هند و پاکستان، حسابای تصفیه ناشده اینا باید در زمین ما تصفیه شود. اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه به 20 سال دیگه هم به ثبات دوامدار و به صلح پایدار نمیرسیم. بحث دیگه متاسفانه به دلیل این موضوع را مطرح میکنم که نیروهای بین المللی هم اینجا حضور دارن، برای بزرگایشان را انتقال میده که نقش مخرب و ویرانکن پاکستان بوده. متاسفانه ارتش و استخبارات پاکستان به دلیل نداشتن عمق استراتژیک در برابر هند، به دلیل نداشتن پرستیژ و اتوریتی شکست خوردهشان در برابر هند، متاسفانه به دلیل رسیدن به بازار آسیای میانه و انحصار انتقال انرژی از تروریسم به عنوان ابزار سیاست خارجیشان استفاده میکنه که این خودش برای تداوم بحران متاسفانه بسیار موثر بوده. دو تا موضوع دیگه در بعد داخلی اشاره میکنم و باز بعد از اون انشالله رفع زحمت میکنم. یک اشتباه فاحشی که در بعد داخلی در 10 سال گذشته صورت گرفته، به نظر این بحران افغانستان و معضل افغانستان ما تنها از بعد سیاسی نظامی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتیم، در حالی که بعد معرفت شناختی قضیه، بعد جامعه شناختی قضیه، بعد روان شناختی قضیه هیچگاهی مورد توجه جدی قرار نگرفته. در این شک وجود نداره که بخشی زیادی از تطبیق کنندگان خشونت از گوشت و پوست و خون خود ماست. از خود ما نپرسیدیم که چه باعث شد که یک افغان وادار به انفجار، به انتحار و به خشونت نشه. فکر کنم که این سوال بسیار مهم و کلیدی بود. متاسفانه در گذشته اکثر سیاستگزاران قضیه افغانستان یا خارجی بودند یا تعدادی از افغانهایی که با کنتکست جامعه افغانی چندان آشنایی نداشتند، متاسفانه به بعد معنوی قضیه، جامعه شناختی و روانشناختی قضیه توجه نکردند. صدها میلیارد دلار یا حداقل دهها میلیارد دلار در بخش‌های مختلف مصرف شد، اما در بخشی ارائه یک قرائت معتدل و میانه از اسلام در مدارس دینی ما، در مساجد و مراکز علمی دینی ما مصرف نشد. بحث دوم، امنیت یک مفهوم تکبودی نیست. امنیت تنها به انتقال بیرق، پان کردن و بالا کردن یک بیرق نیست. امنیت تنها به این انتقال پیدا نمیکنه که سالار از یک اسکر خارجی به اسکر داخلی بسپاریم. امنیت ابعاد مختلف و بسیار گسترده داره. حکومتداری شایسته، نظام قضایی عادل و عرضه خدمات دولتی، اینا رابطه وثیق و ناگسستنی با امنیت داره. متاسفانه در کشوری که یکی از دو فاسدترین کشورهای دنیاست، متاسفانه در کشوری که 10 میلیون انسانش زیر خط فقر زندگی میکنه، متاسفانه در کشوری که وزیر صاحب صحت عامه وجود دارن، از هر 10 مادر یک مادر در وقت زایمان از بین میره، در کشوری که از هر 5 کودک یکیش سوی تغذی تولد میشه یا سوی تغذی به بار میآید، در چنین کشوری امنیت تنها با انتقال سلاح از افغانی به خارجی یا از خارجی به افغانی نمیتونیم ما به دست بیاریم. اگر به او ابعاد مهم توجه نکنیم فکر کنم به ترکستان میریم. بحث آخریش فکر کنم که عدم موجودیت یک اجماع ملی نخبگان سیاسی جامعه افغانی بر منافع ملی است. این بسیار مهم است. یک اجماع ملی هنوز از طرف نخبگان سیاسی جامعه افغانی بر منافع ملی افغانستان وجود نداره. وقتی یک خط قرمز وجود نداشته باشه، وقتی الیت و نخبه جامعه متاسفانه به دلایل قومی، به منافع مذهبی و زبانی
منافع ملی را زیر پا بکنه، به منافع قومی و مذهبی خود ارجحیت قائل شود، در او جامعه به صلح پایدار دست نخواهیم یافت. موضوع دیگه فکر کنم موجودیت سیستم ها و نظام های موازی با حکومت افغانستان هست. جلالت مآب رئیس صاحب جمهور هم اشاره کردن. کمپانی های امنیتی در بعضی موارد پیارتی ها اشتباه نفهمند، نه در همه موارد، متاسفانه اینا به عنوان حکومت های موازی در درون حکومت عمل کردند. در قرن 27 شرکت نفتی بزرگ بود که شورش های بزرگ جهانی را، انقلاب ها را، کودتاها را در دیگر کشورها را می انداخت و رژیم هایشان پس میکردن، رژیم های طرفدارشان به قدرت می رساندند. کمپانی های خصوصی امنیتی در افغانستان در تروریست ها باج میتن. کمپانی های خصوصی امنیتی به کوره آتشین در حقیقت چوب می اندازند و اینا خودشان سبب ساز و عامل بزرگی بی‌ثباتی در افغانستان میشه. بسیار تشکر از همگیتان، سپاسگزار هستیم از جناب دکتر صاحب و از همه حاضرین که متاسفانه بحث ما واقعا از حوصله محفل امروز بیرون بود، اما یک جهان از حوصله مندیتان سپاسگزار هستم. ان شاء الله پیشنهادهای ما در حضور جناب دکتر صاحب تقدیم خواهد کرد. بسیار تشکر. تشکر.